سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم راجع به وقایع هفته اول تکامل با هم دیگه صحبت کنیم. وقایعی که در طی این هفته اتفاق میفته شامل کلیواژ و بلاستولاسیون هستش. همونطور که در مباحث قبلی خوندیم، مرحله اول اووولیشن هستش و بعد از اون وارد مرحله فرتیلیزیشن. اینجا مرحله فرتیلیزیشن رو داریم، یک سلول تخمک رو داریم که 23 تا کروموزوم داره و یک سلول اسپرم رو داریم که وقتی که وارد سلول تخمک میشه هستش 23 تا کروموزوم داره. وقتی که این دوتا هسته با هم دیگه ادغام میشن یک سلولی رو داریم که هسته‌ای داره و این سلول زایگوت هستش یا همون سلول تخم هستش. این مراحل فرتیلیزیشن هست. مرحله فرتیلیزیشن وارد مرحله کلیواژ میشیم. سلول زایگوت ما تقسیم میشه و تبدیل به 2 سلول میشه که به این مرحله 2 سلولی میگیم. بعد از این مرحله سلول تقسیم میشه تبدیل به 4 سلول میشه و این مرحله 4 سلولی نام داره. به طبع این سلول ما 4 سلولی ما تقسیم میشه تبدیل به 8 سلول و این مرحله 8 سلولی نام داره. اتفاقی که در مرحله بعد میفته اینه که مسلما سلول 8 سلولی ما باید بشه 16 سلول، ولی آرایش سلول ها دیگه مطابق این شکل نیست. سلول ها جوری قرار میگیرن که یک آرایشی رو تشکیل بدن که یک شکل خاصی به سلول بدن. سلول ها در این مرحله دور تا دور قرار می گیرن و در مرکز سلول یک حفره وجود داره. در واقع اگر من اینو برش ارضی بزنم تقریبا این شکلی دارم، یعنی سلولی که در وسطش یک حفره وجود داره. سلول در این مرحله اسمی که میتونیم بهش بدیم مورولا هستش. در واقع از این مرحله، این ناحیه از مرحله 2 سلولی تا 8 سلولی تقسیم کلیواژ رو داشتیم. از مرحله 8 سلولی که وارد 16 سلولی میشیم ما وارد مرحله جدیدی میشیم که بهش میگن بلاستولاسیون. به هر سلول مورولا میگیم بلاستومر. خب ما وارد مرحله 16 سلولی شدیم. آرایش سلول ها متفاوته. در وسط سلول یک حفره وجود داره. به سلول در مرحله میگیم مورولا و به هر سلولش میگیم بلاستومر. در پایان این مرحله اتفاقی که میفته گروهی از سلول ها تصمیم میگیرن که برن به اطراف سلول و اونجا مستقر بشن. در واقع تصمیم میگیرن که به دیواره ها برن به این شکل. گروه دیگه از سلول ها تصمیم میگیرن به یک سمتی از سلول برن، اونجا متراکم بشن و فشرده بشن به این صورت. این اتفاق میفته. پس گروهی از سلول ها رو داریم در اطراف، گروهی از سلول ها رو در یک سمت داریم و بقیه فضای سلول فضای خالی هستش که حالا با یک مایعی پر شده. بعد از این مرحله من اینجا بکشم، همونطور که گفتیم یک سری سلول ها رو داریم در اطراف که به اصطلاح به اینها میگیم اوتر سل ماس یا توده سلولی خارجی. و یک گروهی هم از سلول ها رو داشتیم در یک سمت به هم فشرده میشن که به اینها میگیم توده سلولی داخلی یا اینر سل ماس. این سلول ها چه کارهایی رو انجام میدن؟ این سلول ها تمایز پیدا میکنن و اوتر سل ماس، سلول های توده خارجی، سلول های تروفوبلاست رو ایجاد میکنن و اینر سل ماس ها
امبریوبلاست رو ایجاد میکنه. امبریوبلاست همونطور که از اسمش مشخصه قراره که در تشکیل امبریو یا جنین آینده شرکت داشته باشه که به 2 تا گروه سلولی تبدیل میشه به نام اپیبلاست و هیپوبلاست که بعداً در تشکیل دیسک دولایه شرکت دارن. تروفوبلاست ولی دیگه توی تشکیل جنین شرکت نداره و در تشکیل جفت نقش داره. تبدیل به 2 دسته سلول میشه به نام سیتوتروفوبلاست و سنسیشیو تروفوبلاست. این وقایعی بود که از فرتیلیزیشن، کلیواژ و بلاستولاسیون اتفاق میفته. در نهایت 2 گروه سلول رو داریم، توده سلولی خارجی، توده سلولی داخلی که بعد توده سلول داخلی در تشکیل جنین دولایه یا دیسک دولایه شرکت میکنه.